سلام، خوش اومدید به این ویدیو. این دومین ویدیو من. تو خدا لایک، کامنت، دنبال بکنید که چند تا چیز درباره ماینکرافت بهتون یاد بدم. امروز اومدیم با چند تا آموزش جدید و خانه دیگه از ماینکرافت. برو بریم سراغ ویدیو. اول از همه میخوایم زنگ در رو بزنیم. تو شاید بکنید اول یه دیوار عشق بلاکی میذاریم و ببخشید دفعه ها اومدن پیش دوستم نیستم فعلا زیاد حرف میزنم. باید چیزا بر نداشتم و یادم نبود. بعد همینو ول می‌کنید. این بالاشو کلا خاک می‌ذارید و میگه خاک بستید. بعدش اگه این دکمه رو بزنه میگه ببین. بعد میگه بیا تو. به این سادگی زنگ در خونه رو یاد میگیرید و بریم واسه آموزش بعدی. خب بچه آموزش بعدی یه پرش خفن مفنه. اول میاد اینو بکن. اول میاد بیرونه جای قدیم می‌ذاری یا کوچیک قضیت کنی. اول بهش دو تا برای دیگه کنی واسه گوشیه. اگه بخواید واسه کامپیوتر بذاری واسه کیه بچه من انقدر موم زیاد گذاشتم یه گوشی معلوم نیست قرار بره رو هوا. الان میاد هم تو چراکی میشه باشه هم تو صحبت بکنم ولی یه چیزی رو یادم مردم هم رو هم به خودت یه تازه فهمیدم ولی چیزی بفنده این هوا تازه اوه چقدر آروم بچه گوشیم بعدش میگه بچه این بغل نکن این وسطیه 1750 بلاک رفت بالا. الان میبینید داره برف میاد خودتون میتونید ببینید. اگه تو ارتفاع خیلی زیادی باشید بارون هم بیاد برف میاد. اگه الان من بیام پایین تر که اومدم ولی بارون قطع کردم بلدش فکر کنم رفتم آفریقا. نه کنار شد. اگه برید آفریقا یا برید مثلا دیگه خونتون گم کرده باشید اول نیستی بهتون بگم اینجا بخوابید خوابیده باشید چون تو این کار انجام بدید ممکنه برید رو هوا خونتون گم کنید و باید بمیرید تا دوباره بیاید اینجا. مثلا رو هوا جمعه کنید یا TNT بذارید کنارتون اینو برید. خب بریم واسه آموزش بعد که نیاز به کامن بلاک داریم. این کد گرفتن کامن بلاک که تو هر ویدیویی که کامن بلاک نیاز داشته باشه میذارم. خب بچه یه چیز بعدی که میخوام بهتون یاد بدم
پرواز کردن در حالت جونی همون سروایوله. اول یه هشدار بهتون بدم، اگه میخواید مثلا تو جونی پرواز کنید و این کدو بزنید، اول مثلا یه دنیا میسازید که کریتیو باشه اول. خب بعدش خودتون اپراتور یا شاه میکنید، یه سید الکی پلکی میزنید. اگه میخواید زمین صاف باشه زمین رو صاف میکنید که من میکنم. بعد این دکمه رو حتما روشن کنید، اینم روشن کنید و رسید به جای اصلی. اینا برای همه خاموشه، همه اینا رو باید روشن کنید. خب بعدش اینا رو روشن میکنید که برسیم به جا. اینم حتما روشن کنید، براتون چند تا وسیله جدید میاد. بعدش این چیبینا که روشن کنید که وقتی میرید وسایلتون نریزه. اینجا دیگه هیچی نداره. بعدش که کریتو میزنید و زمینتون رو میسازید یا بوردتون رو میسازید یا مپتون رو میسازید. فعلا از صبح تا بیارید. بعدش که وارد دنیاتون میشید میایید اول اینجا یه چیزی بهتون یه نشون بدم. این دوتا وسیله رو میبینید، این که زیاد مهم نیست. خب اینجا اصلیاشه. چند تا وسیله میاره اینجا، چیزایی که برای ساختن اون وسیله نیازه که باشون هیچ کاری نمیشه کرد. البته میشه کرد. اینا رو بسازید. این هست، این هست، این که مهم نیست، این هست، این هست، این که نمیدونم چیه، فقط بلاکه. این چند تا شیشه های رنگی داره، بادکنک داره. اینا رو هنوز نفهمیدم ولی بهتون نشون میدم. بعدش این فنساندر، این که زمین رو قشنگ میکنه، این که به آب نیاز داره و اگه جایی رو زمین آب باشه اونا رو تبدیل به یخ میکنه. آقا همینی تبدیل به یخ میشه. بندازم و این TNT آبیه که فکر نکنید همینجوری آبیه. اگه آب بذارید اینجا، خب بعدش آب بندازید به یه فندک هم بردارید، این TNT رو بذارید اینجا. همه میدونید که TNT معمولی توی آب نمیترکه و هیچی رو خراب نمیکنه، ولی این TNT رو اگه بذارید تو آب میترکه. البته بذارید یه جای دقیق تر بهتون نشون بدم. خب اگه حالا بیاید اینجا اینا رو بندازم برید توی موچیه، یه دونه آب بیارم. خب اینجا اگه آب بذارم TNT بذارم و اینو بترکونم اینجا میترکه. و اینو بهتون نگفتم، اینم همه چراغا وقتی که آب باشه یهویی میترکه، میپکه، ولی این چراغ آب هم میتونه باشه. اینم بادکنکه که اگه یه فن سازید بادکنک رو بهش بزنیم اینجوری میاد بالا. توی باش اینجوری بازی کنید، اگه هم بلش بدیم میره بالا. بعضی از خودشون میپرسن اگه مثلا یه بلاک بالای بادکنک باشه چی میشه؟ درست حد زدید، بادکنک میترکه. باحالم میترکه. اینکی رو که خودم نفهمیدم میتونید بکنید ولی اینجوری میشه دیگه، نمیفهمم چه. بعدش اگه شما میدونید چیه تو کامنت ها بهم بگید، من که نفهمیدم. اینم اینجوری پش بشه ایدیت میکنم. اگه کسی هم میگه مثلا فندک و اینا فکر نکنم باشه. ولی صدایی میدن شبیه روشن شدن کلیپره. خیلی بالا. حالا بریم سراغ آموزش بعدی. یه تبلیغ هم الان بهتون نشون میدم. تبلیغ خب بچه ها این کدهی که گفتم بهتون یاد میدم. الان کد پرواز زدیم. اول میاید اینجا میگید اسلام اپلیکیشن
این بغلم آورده. ابیلیتی فاصله ادساین ای. بچه اینا میبینید که ادساین میزنن. اینجا یه چیز بهتون بگم، اولی ادساین ای که الان بر من معلوم نی ولی فکر کنم شما فیلم ها معلوم بشه. اینجا همه آدمایی که تو بازی رو بهتون نشون میدم. اگه اینو بزنید ادساین ای رو بزنید، همه برای این اتفاق، این کدی که میزنید برای همه بازیکن اتفاق میفته. ادساینی برای همه هیولاها یا ماب ها که مثلا گاو و خوک و اینا، مثلا اونا هم بتونن پرواز کنن. بعدش یکی که ادساین پیه، این سومیه، این برای فقط نزدیکترین آدمه. این ادساین آره یه نفر شانسی انتخاب میکنه و این ادساین اس هم خودتونید. من حالا ادساین ای میزنم که برای همه باشه، با اینکه کسی نیست ولی خب برای خودم که میدم. مایفلی تو این همین کد ساده رو اگه شما بزنید میتونید توی جونی پرواز کنید و الان بهتون نشون میدم. وقتی که بزنید این بغل چیزی میاد و اگه شما بخواید اینجا رو جونی کنید اما مثلا هیلا میاد پرواز میکنم. به همین سادگی فقط میایید این دکمه رو که پرشه رو 2 بار نگه میدارید، 2 بار میزنید روش که بتونی پرواز کنید. و یه چیز باحال‌تر، اگه از ارتفاع بیفتید هیچیتون نمیشه و اگه رو هوا به لاکی بخورید هم هیچیتون نمیشه چون که پرواز میکنید. تا ویدیوی بعد تا ویدیوی بعد خدافظ.